سلام، به کانال آشپزی من خوش اومدین. بریم با هم طرز تهیه این دمی گوجه فوق‌العاده خوشمزه و خوش رنگ رو ببینیم. درست کردن این غذا خیلی آسون و راحته و مواد اولیه ساده و ارزونی داره. مواد لازم: 2 پیمانه برنج که من با نمک و آب حدود 2 تا 3 ساعت گذاشتم خیس بخوره. 4 عدد گوجه رسیده و گوشتی و 2 عدد سیب زمینی که کاملا اختیاری هستش. تو قدم اول 2 تا از گوجه ها رو کاملا پوره می کنم. و 2 عدد از گوجه ها رو به صورت نگینی خیلی درشت خورد می کنم. سیب زمینی ها رو هم به صورت نگینی درشت خورد می کنم. ریختن سیب زمینی تو دمه گوجه کاملا سلیقه‌ای هستش. روغن رو اضافه می کنم و اجازه میدم که روغن کمی داغ بیاد و بعد زردچوبه و رب رو با همدیگه تفت میدم تا رب رنگ باز کنه و عطر و طعم زردچوبه هم آزاد بشه. و بعد 1/2 قاشق چایخوری فلفل سیاه رو اضافه می کنم و کمی با رب تفت میدم. حالا گوجه های خرد شده و پوره گوجه رو با همدیگه به رب اضافه می کنم. حالا اجازه میدیم کمی روی حرارت بمونه تا آب اضافیش کشیده بشه. 1.5 قاشق چایخوری نمک بهش اضافه میکنم. بعد از این که آب گوجه کمی کشیده شد و کمی غلیظ شد، سیب زمینی های نگینی شده رو بهش اضافه می کنم. بهتره که برای دمی گوجه از برنج ایرانی استفاده بشه، ولی چون من در دسترسم نبود از برنج باسماتی استفاده کردم. بعد از اضافه کردن سیب زمینی برنج خیس خورده رو بهش اضافه می کنم. این مرحله مهمیه. اجازه میدم آب برنج کشیده بشه و برنج حجم بگیره. وقتی به این مرحله رسید من با شعله کم حدود 45 دقیقه میذارم تا برنجم دم بکشه. یه دمی گوجه درست و درمون نشونه داره برنجش نه له شده و نه خیلی زنده است و عطر و طعم فوق‌العاده‌ای داره. دوستان خوبم، امیدوارم درست کنین و لذت ببرین. دوستان خوبم، ممنون ازتون که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. ازتون خواهش میکنم اگه این ویدیو براتون مفید بود و لذت بردین کانال منو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو لایک کنین.